مرگبارترین جنگ بعد از مغول. میان همه دستاوردهای انقلابی ویرانگر، بیگمان خونین‌ترین و ویرانگرترین آنها جنگ ایران و عراق است. جنگی که از طرف تقریباً تمام مراکز خبری و غالب مفسران مطبوعات بی‌معنی‌ترین جنگ جهان امروز شناخته شده و درباره آن نوشته شده است. این عجیب‌ترین جنگ عصر حاضر تاکنون صدها هزار تلفات و صدها هزار معلول و ناقص العضو و 2 میلیون آواره و صدها میلیارد دلار خسارت برای طرفین به بار آورده است. و با این همه احتمالاً تا وقتی که منافع ابرقدرت‌ها اقتضا کند همچنان ادامه خواهد یافت. از روزنامه گاردین 11 فوریه 1984. جنگی که اخیراً وزیر روابط خارجه فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ دوم جهانی توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه این کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می‌رود. در پرانتز آمده است و تلفات آن تاکنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادر بیشتر بوده است. پرانتز بسته. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بیرحمانه به کشتارگاه فرستاده است و می‌فرستد، بلکه نیروی کار آینده کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج می‌کند. جنگی که به طور منظم مدارس را خالی و گورستانها را پر کرده است و می کند. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن گذشته را به باد داده و سرمایه نفت کشور را به جای آنکه به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر می کند. و با این همه هیچ مجوز واقعی و قابل قبولی برای ادامه خود ندارد، زیرا این جنگ نه آنطور که جمهوری اسلامی وانمود می‌کند جنگ اسلام و کفر است و نه آنطور که عراق ادعا می‌کند جنگ فارس و عرب است، بلکه فقط جنگ دو رژیم و واقع بینانه تر از جنگ قدرت دو فرد است و زور آزمایی خونینی از نوع وحشیانه ترین زور آزمایی های قرون وسطایی که بهای آن را صدها هزار بیگناه از دو جانب به قیمت جان خود در مرداب‌ها و دشت‌ها و کوهستان‌های خونالود ایران و عراق می‌پردازند. جنگ اسلام و کفر نیست، زیرا این قربانیان معصوم از هر دو طرف مسلمانانی هستند که در خانواده‌های مسلمان به دنیا آمدند و کتاب آسمانی واحدی دارند و نماز واحدی می‌خوانند و رو به سوی قبله واحدی می‌کنند و محرومیت‌های مشابه، رنج‌های مشابه و امیدهای مشابه دارند و اگر مغزشویی نشده باشند هیچ کدام پاسخی برای این پرسش ندارند که چرا باید آن دیگری را بیرحمانه به قتل برسانند. جنگ فارس و عرب نیز نیست، زیرا اکنون قرن‌هاست که میان دو عنصر ایرانی و عرب در این منطقه از جهان همزیستی برقرار بوده است و هیچ عقل سلیمی نمیتواند ادعا کند که ایران قصد بازسازی امپراتوری‌های هخامنشی یا ساسانی خود را دارد و یا دنیای عرب می‌خواهد دوران خلافت اموی یا عباسی را بازسازی کند. این جنگ در مراحل اولیه خود یک جنگ میهنی بود که ایرانیان آن را به خاطر بیرون راندن متجاوز از خاک خود پیروزمندانه به سامان رساندند و مطلقاً جنگ اسلام با کفر نبود، به همان سان که پیکار دلیرانه و قهرمانی مردم اتحاد شوروی با هیتلری‌های متجاوز در جنگ دوم جهانی جنگ کمونیست با ناسیونال سوسیالیست نبود، بلکه جنگ کبیر میهنی ملل شوروی برای درهم شکستن آلمان اشغالگر بود و این واقعیتی بود که استالین با واقع بینی بسیار بیشتر از عمامه‌داران جمهوری اسلامی آن را علیرغم خواسته خود پذیرفت. ولی از آن هنگام که ایران فرصتی بسیار مناسب را برای پایان دادن بدین جنگ به عنوان حریف فاتح از دست داد و به سودای صدور انقلاب اسلامی به جهانگشایی روی آورد، دیگر این جنگ یک جنگ میهنی نیست و به همین دلیل امکان پیروزی در آن نمی رود، ولو آنکه هر روز تعداد بیشتری از فرزندان ایران در میدانهای آن به خاک بیفتند. این جنگ فریب بسیار جلوه‌های دیگر نیز دارد. دولت اسلامی در عین آنکه هم فکر و هم زبان متعصب اخوان المسلمین و بنیادگرایان اسلامی است، به حدی که عکس یکی از افراد همین سازمان را به پاس قتل انور سادات در تمبر رسمی خود چاپ می کند. نه تنها کشتار دست جمعی 10 تا 20 هزار نفر از افراد همین سازمان را در حمای سوریه به کلی نادیده می گیرد، بلکه رئیس جمهوری همان کشور را نزدیکترین دوست و همرزم خود در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی می شمارد.
و تازه در این مورد نیز یا از روی بی اطلاعی و یا از روی عمد فراموش می کند که همین دوست و همرزم استوار پیش از آنکه به نوبه خود جمهوری اسلامی را پشتیبان نیرومند کشورش در مبارزه با تجاوز صهیونیستی بخواند، در نطق رسمی خود در کاخ گلستان تهران 7 دی 1354 خطاب به دوست عالی قدر دیگری گفته است: ما در مبارزه ملی خود علیه تجاوز صهیونیستی در قضیه فلسطین به رهبری عالی آن اعلیحضرت و تایید و جانبداری قاطع شما از موضع عادلانه خودمان دلگرم هستیم و من یقین دارم که دیدار کنونی من نقطه عطف بسیار مثبتی در توسعه باز هم بیشتر این همکاری‌های ثمربخش دو کشور خواهد بود. و باز عمدن یا سهوا نه تنها در مورد رئیس جماهیری لیبی، دوست نزدیک دیگر جمهوری اسلامی، ماجرای پرسر و صدای موسی صدر و ادعاهای شیعیان لبنان را در این باره فراموش می‌کند، بلکه این را نیز نادیده می‌گیرد که همین آقای رئیس جماهیریه در سال گذشته رساله مبسوطی در تخطئه اصول تشیع تألیف و منتشر کرده است. و در همان حال که صحبت از آزاد کردن قدس است، همین جمهوری اسلامی به روی خود نمی آورد که مسئول ترین مقام دولت اسرائیل ژنرال آریل شارون، وزیر پیشین دفاع آن کشور، بارها چه در اورشلیم، چه در واشنگتن و چه در پاریس اعلام داشته است که ما از زمان روی کار آمدن حکومت کنونی ایران مرتباً بدین دولت انواع اسلحه و جنگ افزار سبک و سنگین تحویل داده ایم. و هر بار نیز اضافه کرده است که البته در تمام این موارد دولت آمریکا به طور کامل در جریان فروش و تحویل سلاح‌های استراتژیک از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی بوده است. طبعا در این جنگ عجیب که سلاح روسی از راه سوریه برای ایران فرستاده می شود و سلاح آمریکایی از راه اسرائیل و هر دوی این سلاح‌ها را از راه مستقیم برای عراق، مهمترین رسالت هر دو کشور گذشته از انباشتن جیب اسلحه فروشان و انهدام روزافزون تأسیسات صنعتی و اقتصادی یکدیگر برای تأمین سفارش‌های آتی میلیاردها دلاری به بیگانگان، آن چیزی است که ژنرال ایتان، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل، با صراحت خاصی چنین مشخص کرده است: جنگ ایران و عراق نه تنها ما را از ناراحتی دچار دردسر نمی‌کند، بلکه بسیار هم خوشبخت می‌شویم که این دو مملکت هرچه می‌توانند بیشتر همدیگر را بکوبند و از پای درآورند. در بازار پاکباختگان آنچه خواندید ترازنامه سود و زیان ملتی بود که 5 سال پیش از این بر سرمایه گذاری کلانی که در طول سالیان دراز در امر ساختن آینده خود کرده بود خط بطلان کشید و همه آن را به حساب سوخت منظور داشت، با این برداشت که در سرمایه گذاری تازه‌ای در این سودای سرنوشت هم تمامی این سوخت کلان را جبران کند و هم سودی بسیار فزونتر در بر گیرد. بدین سان بود که در پایان سال 1362 ملت ایران به جای اینکه کارکرد انجام برنامه عمرانی ششم کشور را در دسترس خود داشته باشند، کارکرد دوران 5 ساله غیر عمرانی جمهوری اسلامی را در دسترس خویش یافت. و این کارکردی بود که از هیچ جهت، از جهات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ملی یا بین المللی حتی یک دستاورد مثبت نشان نمیداد. زیرا همچنان که در سرمایه گذاری برای انقلاب جز صداقت و پاکدلی توده‌های ساده دل همه چیز بر پایه فریب گشته بود، در مرحله نتیجه گیری از انقلاب نیز جز از جانب همان توده‌های ساده دل و نیک اندیش همه چیز بر پایه فریب گشت. و این فریب از همان هنگامی آغاز شد که به دستاورد نوخاسته انقلاب جمهوری اسلامی ایران نام داده شد. اصولاً قید عنصر جمهوری در این عنوان فریبکارانه بود، زیرا مفهوم جمهوری که ظاهراً کارگردانان انقلاب فقط تعبیر ضد سلطنتی آن را درک کرده بودند، مطلقاً با نحوه حکومت ولایت فقیه مطابقت ندارد. جمهوری یک مکتب حکومتی غربی است که قبل از هر چیز بر پایه حکومت ملت بر ملت و اعمال حق قانونگذاری بر اساس اراده ملی، اصلی که صراحتاً با فلسفه حکومتی ولایت فقیه تباین دارد، متکی است. و این مباینت را از همان آغاز کار خود بنیادگرایان نیز متذکر شدند. چنانکه سازمان معروف حزب التحریر در 8 شهریور 1358 طی بیانیه خطاب به حضرت امام خمینی و مجلس خبرگان نوشت: اصولا نظام اسلام نظام جمهوری نیست، بلکه نظام خلافت است و پیروی دولت اسلامی از دستورات مجلسی که شامل نمایندگان ملت است با احکام اسلام تناقض دارد.
زیرا در اسلام ملت حق حاکمیت و قانونگذاری را ندارد و این منحصراً حق خلیفه یا امام است که خداوند او را رئیس مردم و صاحب اختیار تام در حکومت بر آنان قرار داده است و به فرض هم نمایندگان ملت رأی بدهند، این رأی برای خلیفه یا امام الزام آور نیست. قید عنصر ایرانی نیز فریبی بیش نبود، زیرا تنها مفهومی که این کلمه در ترکیب جمهوری اسلامی ایران داشت حدود جغرافیایی سرزمینی بود که این حکومت در آن مستقر شده بود و در خارج از این محدودیت هیچ رابطه عاطفی میان دستگاه حاکمه با واقعیت فرهنگی و تاریخی ایران وجود نداشت. در این باره اصولاً خود اعاظم جمهوری اسلامی از همان اول آب پاکی را روی دست ملت ریختند، چنان که رهبر انقلاب اظهار داشت این حساب‌هایی که مطرح است که ما ایرانی هستیم و برای ایران چه باید بکنیم یک امر بی اساسی است. در ملاقات با خانواده امام موسی صدر 6 شهریور 1359 و ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری رژیم نوشت ایرانیت فقط میتواند در اسلامیت معنی و مفهوم پیدا کند و در خارج از آن هیچ معنی و مفهومی ندارد. روزنامه انقلاب اسلامی 12 شهریور 1358. و حسین موسوی نخست وزیر همین جمهوری اعلام داشت که مسئله اتکا به ارزش نظام تاریخی ایران سوغاتی است که به منظور اسلام زدایی از فرنگ صادر شده، همانطور که برگزاری هزاره فردوسی در سال 1313 توطئه‌ای از جانب غربی ها برای نابودی اسلام بود. مقاله هنر و ناسیونالیسم 11 شهریور 1361. و حجت الاسلام و المسلمین خوئینی ها نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تام الاختیار امام در شعائر حج به قول معروف اصلا از بیخ عرب شد و گفت اصولا بنده چه ارتباطی دارم با فارس بودن و چه افتخاری دارم به ایرانی بودن خودم. مصاحبه با روزنامه کیهان 13 مرداد 1361. بدین ترتیب میبایست فقط اصالت عنصر اسلامی ناراستی دو عنصر جمهوری و ایرانی رژیم نوخاسته را جبران کند و ظاهراً این همان چیزی بود که میلیون ها مردمی که برای روی کار آوردن این رژیم خودشان را به آب و آتش زده بودند از آن انتظار داشتند. منتها در میدان عمل معلوم شد که آنچه آنها از حکومت اسلامی درک کرده بودند با آنچه قرار بود واقعا درک کنند مختصری تفاوت داشته است. همانطور که آن خدایی هم که آنان با ادراک سنتی رحمان و رحیم به نامش انقلاب کرده بودند با خدای قاسم الجبارین که در عمل به دانان عرضه شد مختصری تفاوت داشت. بزرگترین مظلوم تاریخ، البته در تاریخ ساخته و پرداخته بشر این نه اولین بار بود و نه آخرین بار خواهد بود که خدا عملاً تبدیل به بزرگترین مظلوم تاریخ می شد، زیرا وی در هر زمان و در هر مکان به طور مستمر آلت جرم و سپر بلای قدرت طلبان برای فتنه انگیختن و آدم کشتن و غارتگران برای یغما کردن و شیادان برای فریفتن قرار گرفته است، بی آنکه هیچ یک از اینان در هیچ عصر و زمانی خود را به ارائه وکالتنامه‌ای از جانب وی ملزم دیده باشند و بی آنکه جز ادعای خودشان سندی برای این نمایندگی تام الاختیار ارائه کرده باشند. تنها در 100 سال اول پس از کشف آمریکا توسط ماجراجویان اسپانیایی این سربازان عیسی مسیح از 70 تا 90 میلیون مردم دو امپراتوری بزرگ آزتک و اینکا در مکزیک و پرو فقط 3.5 میلیون نفر باقی گذاشته و بقیه را به نام همان عیسی مسیح که در تمام عمرش حتی تحمل دیدار یک قطره خون را نداشت قتل عام کردند. و تقریباً مقارن همان زمان در این سوی دنیا در بلاد عظیمه اسلام به نام محمد و به نام خدای محمد به فرمان سلطان سلیم عثمانی 40,000 شیعه ساکن آناتولی را در یک روز به عنوان محارب با خدا سر بریدند و در همان وقت به فرمان شاه اسماعیل صفوی 30,000 سنی ساکن تبریز را به همین عنوان محارب با خدا اره کردند. در جنگ‌های صلیبی به امر ریچارد شیردل شهسوار کلیسا 12,000 اسیر مسلمان را در راه خداوند مسیح گوش تا گوش سر بریدند و به امر صلاح الدین ایوبی سردار شیردل اسلام سر 12,000 اسیر مسیحی را در راه خدای محمد از تن جدا کردند.
امیر تیمور گورکانی که قرآن را از برداشت و تفاخر می‌کرد که حتی شأن نزول غالب آیات آن را می‌داند، در 47 قتل عام که بلا استثناء به نام خداوند و به نام اسلام صورت گرفت، بیش از 400,000 نفر را سر برید و با سرهایشان مناره ها ساخت که از این رقم 70,000 آن از مردم اصفهان بودند. و هر بار نیز خداوند را سپاس گفت که توفیق این اطاعت را بدو مرحمت فرموده است. و یزید ابن محلب که نام پر افتخارش زینت بخش یک میدان بزرگ پایتخت جمهوری اسلامی شده است، به خاطر اینکه هنگام محاصره گرگان سوگند خورده بود که پس از پیروزی از خون مردم این شهر آسیاب بگرداند و در آن به اندازه یک وعده غذای خود گندم آرد کند، 40,000 نفر را سر برید تا احترام سوگندی را که به نام خدا خورده بود محفوظ داشته باشد. اولین حکومت الله در روی زمین به نام همین خدا بود که در بامداد 12 فروردین 1358 تشکیل اولین حکومت الله در روی زمین طی پیامی به همه امت از طرف بنیانگذار این حکومت اعلام شد و بعداً به عنوان توضیح بیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی همین حکومت آن را اولین حکومت واقعی اسلام بعد از خلافت علی نامید. و آیت اللهی از فقهای شورای نگهبان آن اعلام داشت که در طول تاریخ پس از ائمه اطهار اولین بار است که حکومت اسلامی واقعاً زمینه اجرا پیدا کرده است. منکر نمیتوان شد که از همان آغاز کار این جمهوری نشانه‌های برونی و قابل لمس یک حکومت اسلامی به حد وفور به مؤمنین ارائه شد. چکمه به پایان طبقه حاکمه پیشین جای خود را به عمامه به سران طبقه حاکمه نوین سپردند. مسئولان و غیر مسئولان امور ریش گذاشتند و کراوات نبستند و زنان یکسره به درون مقنعه و چادر رفتند. جلسات هیئت دولت و بعداً مجلس شورای اسلامی و سایر مجالس رسمی هر بار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و اقامه نماز جماعت و نماز جمعه که دشمن شکن نام گرفت در سراسر مملکت تعمیم یافت. نوشیدن الکل و روزخواری اکیداً ممنوع شد و بانک الله اکبر به طور منظم از رادیوها و پشت بامها و مساجد همراه با فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم و بر شوروی و بر استکبار جهانی تنین انداخت و شعارهای نه شرقی و نه غربی فراگیر شد. ولی از همان وقت خیلی ها بر این عقیده بودند که همه اینها اگر بر هم برای یک حکومت واقعی اسلامی لازم باشد کافی نیست. زیرا فکر می‌کردند که بسیاری از حکومت‌های اسلامی دیگر نیز در گذشته با آنکه نخستین حکومت الله در روی زمین نبوده‌اند همین مراتب را دقیقاً رعایت می‌کردند. مثلا ریش و عبا را شمر و یزید نیز داشتند و خلفای قاسب اموی و عباسی هم به جای چکمه نعلین می‌پوشیدند و اقامه نماز جماعت در هیچ حکومتی از حکومت‌های اسلامی متوقف نمانده بود. و زنان در این کشورها تقریبا همیشه حجاب و مقنعه داشتند و شرب الکل در آنها ولو به صورت ظاهر ممنوع بوده است و باز می دانستند که همین فریادهای الله اکبر را عساکر معاویه در جنگ با علی به صورتی رساتر از سربازان علی سر داده بودند و خوارج بلندتر از هر دوی اینها تکبیر گفته بودند و می دانستند که با اینکه مرگ بر استکبار جهانی لااقل 70 سال از شعار کمونیست های سراسر دنیاست، هرچند که بسیاری از آنان نه تنها مسلمان نیستند بلکه حتی به خدا نیز اعتقادی ندارند و شعار نه شرقی نه غربی گذشته از ایران شعائر مشترک غالب کشورهای جهان سوم است. با آنکه در میدان عمل همانند خود ایران عدم وابستگی آنها به غرب و شرق از مرحله شعار تجاوز نمی کند. این واقعیت را حتی خود ولی فقیه در زمانی که هنوز پیشوای مطلق جمهوری اسلامی ایران نبود و فقط روحانی بلندپایه ای در رجف بود صریحاً متذکر شده و نوشته بود شما که داعیه پیروی از حضرت امیرالمومنین را دارید ببینید آیا هیچ گونه پیروی و مشایعت واقعی از آن حضرت می کنید؟ جهاد اکبر صفحه 212. و اتفاقا این پیروی واقعی همان چیزی بود که مردم از بند رسته این جمهوری الهی چه مؤمن و چه غیر مؤمن عمیقاً خواستار آن بودند، زیرا که آن گم شده ای که اینان داشتند ریش و عبا و تحت الحنک و مقنعه نبود، فریاد الله اکبر نیز نبود، برخورداری از عدالت و از حکومت قانون و رهایی از قید و بند زور و اجحاف و تبعیض بود.
آن حکومت عدل اسلامی بود که نسلاً بعد نسل روحانیت مبارز و غیر مبارز از آن سخن گفته و تحقق آن را موکول به وقتی کرده بود که حکومت‌های جائر و غاصب جای خود را به ولایت اسلامی سپرده باشند. و اکنون که اولین حکومت علیوار پس از دوران حکومت خود علی در ایران بر روی کار آمده بود، طبعا انتظار مسلم آنها این بود که تعالیم و اوامر و احکامی که خود علی برای حکومت عدل الهی داده بود دقیقاً مورد اجرا قرار گیرد، به خصوص که این تعالیم مشخص بود و کاستی و یا ابهامی نداشت، زیرا همه آنها قبلا در نهج البلاغه علی مدون شده بود و نهج البلاغه نیز نه تنها در دوران جمهوری اسلامی بلکه در همه دوره حکومت طاغوت در دسترس عموم ایرانیان قرار داشت و حداقل دو بخش مهم آن، یکی پیمان نامه علی با مالک اشتر نخعی والی مصر و دیگری وصیت‌نامه علی به فرزندش امام حسن، به همین احکام و دستورهای حکومت اختصاص یافته بود که نمونه‌هایی از این دستورها چنین بود: ای مالک، من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و حکمرانان ستمگر در آنها بودند و مردم به کارهای تو همان نظر می کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس بر نفس خود مسلط باش و مهربانی با رعیت را در دل خود جای ده و هرگز از بخشش پشیمان و به کیفر شاد مباش و به خشمی که میتوانی مرتکب شوی شتاب منما. درباره مردم انصاف را از دست مده و کسی را از رعیتت پیش از همه دشمن بدار که بدخواه مردمان باشد. کینه هیچ کس را در دل راه مده و از خود رشته هر انتقامی را جدا کن و در تصدیق سخن بدگویان و سخنچینان شتاب منما. برای امر داوری بهترین رعیتت را انتخاب کن که در لغزش پایداری نکند و در حکم کردن به قرائن اندک اکتفا نورزد و در هنگام شبهه درنگش از همه بیشتر باشد و حجتها و دلیلها را بیش از همه مورد نظر قرار بدهد. زیرا اگر جز این باشد، این دین در دست بدکردارانی گرفتار آید که به هوای دل خود عمل کنند و از دین دنیا بطلبند. و اگر دشمن تو را به آشتی بخواند، از آن سرپیچی مکن که رضای خدا در این است، زیرا که آشتی مایه راحت لشکریان و کاهش رنجها و آسودگی مردم شهرهاست. و خدای در قرآن کریم فرماید اگر دشمنان به آشتی گراییدن، تو نیز آن را قبول کن و مگو که دشمن در باطن حیله می‌ورزد، زیرا که خدای بدان آگاه تر است. به پیمانها همواره وفادار باش و وعده هایی را که میدهی نقض مکن و بترس از خونها و به ناحق ریختن آنها که در نزد خدا جرم بزرگتر از ریختن خونهای ناحق نیست. پس قوت حکومتت را با ریختن خون حرام مخواه که تو را نزد خدا و نزد من از کشتن آنان که مستحق کشته شدن نیستند عذرخواهی نیست. همه اینها تعالیمی روشن و صریح بود. به همین جهت پاسخهایی روشن و صریح نیز از طرف مهمترین مراجع مسئول حکومت جانشین علی بدانها داده شد. این جنایتکارانی که در بازداشت هستند اصلا احتیاج به محاکمه ندارند. باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. آیت الله خمینی، پیام به امت، 12 فروردین 1358. اگر از همان اول چند هزار نفر از اینها را در مراکز عام سر بریده بودند و آتش زده بودند تا قضیه تمام شود، اشکال برطرف شده بود. آیت الله خمینی در معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان 27 مرداد 1358. از نظر اسلام من در اعدام یک دختر 9 ساله هیچ مانعی نمی بینم، زیرا این دختر شرعاً بالغ محسوب می شود و ما او را مثل یک مرد 40 ساله می کشیم. آیت الله محمدی گیلانی، حاکم شرع، مصاحبه با کیهان، 17 شهریور 1361. حتی اگر یک پسر بچه 12 ساله با آنکه او دیگر از نظر شرع بالغ محسوب نمی شود، هنگام شرکت در تظاهرات مسلحانه بازداشت شود، تیرباران خواهد شد. اسدالله لاجوردی، دادستان کل انقلاب، مصاحبه با کیهان، 17 شهریور 1361. دادگاه‌های انقلاب اسلامی مظلوم واقع شدند و البته صحیح هم است که کوتاهی کردند، زیرا از پیروزی انقلاب به بعد آن اندازه که باید اعدام نکردند. ما از بابت این مسامحه کاری از مردم عذر می‌خواهیم. آیت الله گیلانی، حاکم شرع دادگاه‌های مرکز، سخنرانی رادیویی 26 آذر 1359.
مگر در تهران چند نفر اعدام شدند از این گروهک ها؟ فقط 1000 و اندی، و آن وقت این همه جار و جنجال درباره آنها به راه انداختند، در حالی که ما در مقابل بهشتی را از دست دادیم که نور دیده این ملت بود. خوشبختانه ما فرزندان منافق این آب و خاک را تا آنجا که توانسته ایم به امر حضرت امام کشته ایم و تازه تعداد چشمگیری از آنها را هم در زندانها داریم. همان آیت الله مصاحبه با روزنامه اطلاعات 8 مهر 1361. ما در اینجا کسانی را در زندان داریم که حدود 6-7 ماه حتی 1 سال بازداشت هستند و هنوز هم اسم خودشان را به ما نمیگویند. میگویید اینها را شلاق نزنیم؟ اگر اینها زیر شلاق جان هم بدهند کسی ضامن مردنشان نیست و این عین فتوای حضرت امام است. اگر چند صد نفر اینها بی تکلیف در زندان بمانند کجای دنیا خراب می شود؟ این انقلاب جا داشت که 5000 نفر بلا تکلیف غیر از آنها که متهم نیستند داخل زندان داشته باشد. آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، مصاحبه رادیو تلویزیونی 20 آبان 1361. در این دادگاه‌های ما یک مستضعفی را که هیچ ندارد به اشد مجازات می‌رسانند، ولی کسانی که میلیون‌ها برده‌اند به خاطر دوستی و بندوبست از مجازات معاف می‌شوند. آیت الله حسین علی منتظری، خطبه 26 اسفند 1362. اجرای دقیق تعالیم علی نه تنها از طرف خود اعاظم جمهوری بلکه در گزارش رسمی دبیر کل سازمان ملل متحد 13 مارس 1984، گزارش سالانه عفو بین المللی 27 سپتامبر 1983، گزارش کمیسیون جهانی حقوق بشر 12 فوریه 1984، گزارش رسمی سازمان صلیب سرخ بین المللی 15 ژانویه 1984 و ده‌ها گزارش دیگر مراجع حقوقی بین المللی نیز مورد تایید قرار گرفت که فشرده از آنها چنین است: اعدام‌های آشکار و پنهان و شکنجه و آزار زندانیان و تجاوزات مکرر و گوناگون به موازین حقوق بشر به مقیاس وسیعی در ایران ادامه دارد. از 23000 نفر که اعدام آنها به خاطر جرائم سیاسی در سال 1982 از طرف بیش از 50 دولت جهان اعلام شد، 80% به ایران تعلق داشتند. 10,000 نفر در حال حاضر به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی خود یا بدون هیچ دلیل اعلام شده‌ای بی تکلیف در زندانها به سر میبرند. اسامی و مشخصات 323 زندان در سراسر کشور و اسامی و مشخصات 1185 شکنجهگر این زندانها اخیراً به طور کامل در اختیار دبیر کل سازمان قرار گرفته است. شکنجه حتی در مورد زنان باردار و کودکان نیز اعمال می شود. دولت ایران خود تاکنون اعدام 4605 نفر را رسما اعلام کرده است، ولی مدارکی که در دست سازمان عفو بین الملل است نشان می دهد که تعداد واقعی اعدام شدگان به مراتب از این رقم بیشتر است. امدادهای غیبی نه تنها در مسائل قضایی بلکه در سایر موارد مربوط به صداقت و یکرنگی اسلامی نیز تعالیم علی دقیقاً رعایت شد. مثلا با علم کامل به اینکه در توقیع معروف امام زمان در آستانه غیبت کبری صریحاً اعلام شده بود که آن کسان که پیش از روز ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو و مفترا هستند. از همان آغاز جنگ ایران و عراق، یعنی از 4 سال پیش، تمام دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی اعم از روزنامه‌ها و مجلات و کتاب‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها، فیلم‌ها، همزمان با مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها، وعظها و روزه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه با بوق و کرنا نه تنها 10 بار بلکه 100 بار مدعی شدند که همین امام زمان به کرات و مرات صبح و عصر و شب سوار بر اسب سفید یا تانک یا زره‌پوش یا پای پیاده به صورت سیدی جوان یا میانه سال یا پیر، نورانی یا غیر نورانی، با لباس روحانی یا نیمتنه پاسداری با رزمندگان سپاه اسلام ملاقات و گفتگو کرده، با آنها چای خورده، عملیات جنگی آنها را رهبری کرده و چند بار نیز توسط آنها برای امام جماران پیغام فرستاده است. و البته اینها غیر از آن امام زمانهایی بودند که به دست عراقی‌ها اسیر و بازداشت شدند. و با اینکه علی صریحاً متذکر شده بود که هر کس که عمدن به خدا و رسول خدا دروغ ببندد جایگاهش در آتش دوزخ باشد، حجت الاسلامی عالی قدر از اعاظم همین جمهوری اسلامی در مقام نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون دفاع مجلس، مقارن با همان هنگام که ملاقات‌های امام زمان با رزمندگان اسلام صورت هر روزه پیدا کرده بود، یعنی بلافاصله پس از نخستین حمله قوای جمهوری اسلامی به بصره در رمضان
1360 معجزه آسا به حدیثی دست اول و بسیار موثق از امام جعفر صادق دست یافت که به موجب آن امام از قول جد خود علی ابن ابی طالب چنین روایت کرده بود: امیر مومنان علی علیه السلام در روی منبر درباره آینده جهان اسلام فرمودند: یهودیانی از غرب می آیند و پس از اشغال فلسطین دولتی اسرائیلی در آن به وجود می آورند و آنگاه خدا بندگان خاص خود را به سوی آنان می فرستد که از ایران آمده اند و مرکزشان قم است و می بینیم که این نیروها از تهران به سوی بغداد حرکت می کنند و بصره را به تصرف می آورند و در متن انقلاب دست به جنگی می زنند که از نصرت‌های الهی برخوردار است و رهبر انقلاب پس از فتح عراق آنها را متوجه بیت المقدس می کند که در آنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر به سراغ یهودی‌های صهیونیست می روند و مانند میش سرشان را می برند و یک یهودی در فلسطین باقی نمی گذارند. از سخنرانی حجت الاسلام رضوانی در مجلس شورای اسلامی نقل از روزنامه جمهوری اسلامی. و با آنکه علی صریحاً به مالک اشتر هشدار داده بود که بپرهیز از اینکه متملقان تو را بسیار بستایند که اینان دام شیطانند، رئیس جمهور اسلامی ولی فقیه را رهبری نامید که ملاک رهبری او فقط با پیغمبران الهی قابل مقایسه است و دادستان کل انقلاب تصریح کرد که امام ما مانند 14 معصوم در حد معصومیت قرار دارند و نماینده اول مجلس شورای اسلامی او را زیتونه مبارکه ای شمرد که خداوند در قرآن کریم از او یاد فرموده است و بعد هم صاف و ساده اعلام کرد که اصلا مقر امام کعبه است، قدس است، لاهوت است و احیانا خود خدا هم در او تجلی کرده است. و روزنامه رسمی کیهان درباره او نوشت: آیا در تمام جهان معاصر سراغ دارید انسانی را که راست‌تر از این رهبر سخن گفته باشد؟ 5 شهریور 1360. البته همه اینها درباره کسی گفته شد که خودش پس از چند سال حکومت و ولایت صریحاً اعتراف کرد که ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف دیگری را بزنم و فردا حرف دیگری را. این معنی ندارد که بگویم چون دیروز حرفی زدم باید روی همان حرف باقی بمانم. وقتی فقیهی از فتوای خودش برمیگردد یعنی من در این مسئله در اشتباه بودم و به اشتباه هم اقرار میکنم. کما اینکه پیش از انقلاب فکر میکردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و حرفی که زدم درست نبوده است. در ملاقات با فقها و حقوقدانان شورای نگهبان 20 آذر 1362 منتها مسئله‌ای که بر فقیه والی پوشیده ماند این است که متاسفانه با انتخاب همین افراد ناصالح از طرف او به تصدی مسئولیت‌های بزرگ قضایی و کشوری مملکت تا کنون خون‌های بسیاری به ناحق ریخته شده، بیگناهان بسیاری به ناحق زندان و شکنجه دیدند، اموال بسیاری به ناحق تصرف شده و خانواده‌های بسیاری به ناحق به سوی فرزندان خود نشستند که با اقرار به اشتباه هیچ کدام از این جرائم جبران نمی‌شود. و با گفتن این هم که من خلاف کرده ام به اسلام چه؟ اگر یک ظالم خلاف کرد اسلام که نکرده است حل نمی شود. زیرا این حرف را کسی می تواند بگوید که بارها نگفته و مرتبا تکرار نکرده باشد که ما برویم اسلام هم می رود. اگر بتوان سخنانی را از جانب فقیه والی نقل کرد که واقعا نقض نشده و در آنها اشتباهی روی نداده است، تنها سخنانی از این قبیل است که نفسهای ملت در سینه ها حبس شده، گورستان ها از قبور فرزندان مملکت پر شده است، میخواهند ایران را به قبرستان تبدیل کنند. 9 شوال 1398 در نجف. آیا حق این ملت این است که در تهران یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند؟ و در جاهای دیگر هم همینطور. این آدم یعنی شاه مملکت ما را خراب کرد و در قبرستان‌های ما را آباد. تمام نیروهای انسانی ما از بین رفته است. سخنرانی در بهشت زهرا بهمن 1357. آن وقت آدم می‌کشتند، حالا هم می‌کشند. آن وقت غارت می‌کردند، حالا هم غارت می‌کنند. بساط همان بساط است، فقط تغییر اسم داده است. در نوفل و شاتو 9 بهمن 1357.
محمد رضا از صحنه خارج شده، اما یک مهره دیگر را به صحنه آوردند. آنها از این مهره‌ها فراوان دارند. بیانیه 10 بهمن 1357. نقشه این است که ما را عقب مانده نگه دارند، به همین حالی که هستیم و زندگی نکبتباری که داریم نگه دارند، تا بتوانند از سرمایه‌های ما و از مخازن زیرزمینی و منابع انسانی ما استفاده کنند. می‌خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم تا آنان زندگی مرفه خودشان را داشته باشند. از کتاب ولایت فقیه صفحات 14 و 15. یاد فریدالدین عطار عارف و حقشناس بزرگ بخیر که 700 سال پیش درباره این علیواران جهان امروز گفت: ای پسر، تو بی نشانی از علی، عین و لام و یا بدانی از علی. خرما و خار. این کارنامه پاکباختگان وقتی تکمیل شد که کارگردانان جمهوری اسلامی در آن هنگام که ایران در پایان یک جنگ پیروزمندانه میهنی نیروی متجاوز را به بیرون از خاک خود رانده بود، به جای پذیرفتن تقاضای صلح طرف مغلوب در بهترین شرایط ممکن، یعنی هم از موضع قدرت و هم از موضع مشروعیت و با منت گذاشتن بر سر سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی و افکار عمومی بین المللی که مسلماً منجر به تأمین خسارات مورد ادعای ایران از جانب کشورهای ثروتمند عرب نیز میشد و پس از آن به ملت عراق امکان آن میداد که از رئیس کشوری که او را بدین جنگ ناپرجام کشانیده بود حساب بخواهد، تنها و تنها به خاطر حفظ حکومت خود و رویای صدور انقلاب راه ادامه جنگ را با تجاوز به خاک دشمن برگزیدند و در نتیجه این جنگ را از صورت مشروع و از صورت میهنی آن به در آوردند و رئیس کشور عراق را نیز از موضع ملی مستحکمی برخوردار ساختند و با اعلام این که راه آزادی قدس از کربلا و بغداد می‌گذرد، یک نسل تمام از نوجوانان و نوباوگان ایرانی را که میبایست در روی نیمکت‌های مدارس برای ساختن ایران فردا آموزش یابند، به باطلاق‌های خونین بصره فرستادند تا بزم لاشخورها را رنگین کنند. واقعیت مسلم این است که راه آزاد کردن قدس از بغداد و کربلا نمی‌گذرد، همچنان که این راه برای الجزایر از رباط و تونس نمی‌گذرد و برای لیبی از قاهره و خرطوم نمی‌گذرد و برای یمن از ریاض و مسقط نمی‌گذرد و برای سوریه از بیروت و عمان نمی‌گذرد و اصولاً هیچ وقت راه خانه دشمنی مشترک از کوچه سنگپرانانی که همه کوشش آنها بستن راه یکدیگر است نمی‌گذرد. و اگر استراتژی پیامبرگونه‌ای حکم کند که راه قدس باید قبلا از همه این منزلگاه ها بگذرد، در آن صورت صهیونیسم جهانی میتواند مطمئن باشد که لااقل تا زمان ظهور امام زمان هیچ خطری واقعی قدس عزیزش را تهدید نمی کند. تازه همه این قربانی ها و همه این ویرانگری ها برای صدور انقلاب کوششی غیر ضروری است، زیرا اگر معنی انقلاب اسلامی همین باشد که در ایران امروز تجلی کرده است، اصولا در دنیایی که از سراسرش بانک گلوله برمیخیزد و در شمال تا جنوب و شرق تا غربش مردم بیشمار در زندانها جان میسپارند یا به دست شکنجهگران شکنجه میشوند و یا گمنامانه سر به نیست میگردند و در دنیایی که در همه جایش زورگویان زور میگویند و فریبکاران فریب میدهند و گرسنگان از گرسنگی و سیران از سیری میمیرند، انقلاب مدت هاست تمام و کمال به همه آن صادر شده است. و اگر اسلام همین اسلام کینه و خشونت و گلوله و چماقی باشد که در حکومت الله عرضه شده است، باز هم مدت هاست اکثریت ملت های جهان امروز اسلام آوردند و خودشان خبر ندارند. اجازه دهید کارنامه پاکباختگان ایران امروز را در این ارزیابی عبرت انگیز سعدی خلاصه کنم که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دنیا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، باشد که عنایت برسد ورنه مپندار، با این عمل دوزخیان کاهل بهشتیم. نگاهی به فردا. با آن که من مدعی غیبگویی نیستم، ولی تا آنجا که میتوان با معیارهای آزمایش شده تاریخ به سنجش پرداخت، جای تردیدی نمی بینم که وضع موجود ایران جز برای مدتی محدود قابل ادامه نیست. در این باره خود من در کتابی به نام ایران در 4 راه سرنوشت نوشته بودم که آزمایش کنونی ایران در هر صورت و به هر تقدیر و با هر اندازه فشار و اختناق و کشتاری که برای حفظ آن صورت گیرد و هر قدر هم که در این موارد از شعارهای ضد استعماری و
از گروگانگیری و از برانگیختن اختلافات خارجی کمک گرفته شود و هر قدر هم که از راه تکفیر و چماق زبانها خاموش و قلمها شکسته و دانشگاهها بسته و زندانها پر شوند و هر قدر هم که پول باد آورده نفت برای حفظ این بیمار به کار گرفته شود و هر قدر هم که سیاستهای بزرگ و کوچک بیگانه در راه هدفها و منافع خاص خود تا مدتی در نگاهداری آن کوشش کنند، باز هم مطلقاً آزمایشی محکوم به شکست است. زیرا این آزمایش در راه برقراری نظم ارتجاعی سخیف و وحشیانه ای صورت می‌گیرد که نه تنها در دنیای پیشرفته کنونی قابل تحقق نیست، بلکه حتی در گذشته نیز نتوانسته است تحقق یابد. بدین دلیل ساده که چرخ تمدن گردش قهقرایی ندارد و مسیر پیشرفت بشری مسیری یک جانبه است و دوران جاهلیت عربی نیز برای همیشه پایان یافته است. اضافه بر آن متذکر شده بودم که آزمایش کنونی ایران از این نظر نیز قادر به پیروزی نهایی نیست که کلیه برداشت‌ها و اصول آن مخالف با فرهنگ ایرانی، روح ایرانی، ارزش‌های تغییر ناپذیر تمدن ایرانی است و تاریخ نشان داده است که یک نظم غیر معقول و ناپذیرفتنی را نمی‌توان به هیچ قیمت جز برای مدتی کوتاه به یک ملت و فرهنگ آن تحمیل کرد. و اتفاقاً این درست همان چیزی است که در ایران امروز می‌گذرد. فرهنگ مرگ و عزایی به ملت ما تحمیل شده است که از دیدگاه فرهنگ ملی و کهن ایران فرهنگ اهریمن است و فرهنگ فریبکارانه شهادتی که نیز فرهنگ اهریمن است و فرهنگ کینه و خشونت و تعصبی که باز فرهنگ اهریمن است و فرهنگ تحمیقی که آن هم فرهنگ اهریمن است، زیرا که در فرهنگ کهن ایران آنچه مقدس است زندگی است، نه مرگ، و شادی است نه شیون و عزا، و مهرورزی است نه کینه توزی، و آبادانی است نه ویرانی، و آزادگی است نه تعصب، و جهان بینی است نه قشریت، و فقط آن شهادتی مقدس است که در راه آرمانی مقدس انجام گیرد و نه تنها به خاطر شهید پروری، آن هم با وعده کاخهای بهشتی و اطعمه و اشربه بی حساب و دسته دسته حوریانی که هر صبحگاه باکره میشوند. در تاریخ کهن ایران که هیچ چیزی در آن تازگی ندارد، این اولین آزمایشی از این قبیل نیست، ولی آرزو کنیم که آخرین آنها باشد. شاید یکی از جالبترین این آزمایش‌های نافرجامی که از این پیش برای تحمیل یک فرهنگ غیر ملی به فرهنگ ایران انجام گرفته است، داستان بسیار معروف ضحاک تازی باشد که همه ما آن را از زبان ابر سخنگوی فرهنگ ایران در ابر دفتر این فرهنگ شنیده ایم و با این همه از فرط تازگویی صفحه‌ای از تاریخ امروز ایران است که 1000 سال پیش از این رقم خورده است. اگر فرهنگ کهن ایران فرهنگ همیشه پیروز باشد و تا کنون نیز غیر از این نبوده است، در این صورت بیگمان آزمایش نافرجام کنونی ایران به پایان خواهد رسید. ولی آنچه برای ملت ما واقعا سرنوشت ساز است فقط پایان این آزمایش نیست، فقط در آزمایش آینده و نحوه انجام چنین آزمایشی است که باید رستاخیز ملی واقعی و بازگشت ما را به خانواده بشریت پیشرو و نه به موزه باستانشناسی یا نمایشگاه فسیل‌های ما قبل تاریخ در پی داشته باشد. در این که رستاخیز ملی سرنوشت حتمی و تخلف ناپذیر ملت ماست تردیدی نداشته باشیم. البته بسیارن ایرانیان غالباً پاکدل ولی احساساتی و خسته از بار رنج‌ها و نومیدی‌ها که با گذشت سالیانی چند از انتظار و بی تکلیفی افق روشنی را در برابر خیش نمی بینند. ولی اینان در عین پاکدلی از واقعیت‌های آزمایش شده تاریخ کشور و ملت خیش بی‌خبرند، واقعیت‌هایی که شاید یکی از گویاترین آنها را بتوان از زبان صاحب نظران بزرگ فرهنگ فرانسه کنت دوگو بینو شنید. بررسی عمیق در تاریخ این ملت به من آموخته است که آنهایی که با هویت ملی و اصالت فرهنگی آن به ستیزه می‌خیزند تلاشی بی حاصل می‌کنند، زیرا که دیر یا زود همه آنان از میان می‌روند و ایران همچنان بر جای می‌ماند. من هر وقت که به این ملت سرسخت می‌اندیشم سنگ خارایی را در نظر می‌آورم که همه سیلاب‌ها و طوفان‌ها را از سر می‌گذراند و باز سنگ خارا باقی می‌ماند. ولی اگر بخواهیم این سنگ خارا باقی بمانیم، این بار باید چنانچه گفته شد آگاهانه، بی خیال پردازی، بی خوشباوری و با واقع بینی کامل پا به صحنه ایران فردا و دنیای فردا بگذاریم و برای این کار دفتر همه این خوشباوری ها و خیال بافی ها را همراه با دفتر انقلاب راه گم کرده خیش ببندیم.
قبل از همه توجه داشته باشیم که عصر ما تنها عصر پایان رؤیاهای خوش خود ما نیست، عصر پایان رؤیاهای همه بشریت معاصر است، رؤیاهایی که نسل‌های 2 قرن اخیر نخست در جوامع پیشرفته جهان و بعد در سایر جوامع جهانی به قول کلیم کاشانی یک روز را صرف بستن دل بدانها کردند و روزی دیگر را صرف کندن دل از آنها، هرچند که برای این دل بستن و دل کندن بهای بسیار گرانی پرداخته بودند. انقلاب‌های بزرگ فرانسه و روسیه و چین و بیش از 100 انقلاب کمتر بزرگ دیگر در شرق و غرب و شمال و جنوب جهان گذشته از قریب 800 کودتایی که 190 تا از آنها تنها در یک کشور کوچک بولیوی انجام گرفته است. به اضافه 2 جنگ جهانگیر با بیش از 50 میلیون نفر تلفات و صدها جنگ ویرانگر محلی و منطقه‌ای و صدها جنگ ویرانگر داخلی و جنگ‌های جاری جهان حاضر خودمان که بنا به گزارش انستیتوی بورکینگز واشنگتن جنگ کنونی ایران و عراق 127مین آنها از هنگام پایان جنگ جهانی دوم است. همه با این امید همراه بود که این قربانی‌ها و رنج‌ها و ویرانی‌ها برقراری نظم انسانی تر و عادلانه تری را برای جوامع بشری همراه داشته باشد. اما در عمل هیچ یک از این آرزوها تحقق نیافت و قانون تغییر ناپذیر و سرتاسری جهان امروز ما مانند دیروز و مانند پریروز همان قانون جنگل باقی ماند. منتها فقط رنگ و روغن آن تغییر کرد. رویای آزادی، برابری، برادری، انقلاب کبیر فرانسه، عصر استعمار جهانی اروپاییان و ظهور دیکتاتوری‌های میلیتاریست و فاشیست و 2 جنگ ویرانگر بین المللی و سرانجام عصر نوع استعماری امروز را به دنبال آورد. و رویای جامعه بی طبقه و غیر استثماری انقلاب کبیر روسیه بدل به چنان واقعیت وحشتناکی شد که به قول معروف اگر مارکس و انگلس امکان زنده شدن داشتند با دیدار آن سکته می‌کردند. و رویایی که منشور استقلال آمریکا برای بنیانگذاری جهانی نو بر پایه عدالت بر اساس آن پای ریزی شده بود در عمل به صورت امپراتوری بیرحم دلار درآمد که خدای آن فقط رنگ سبز اسکناس‌های این امپراتوری را دارد و در پیشگاه این خدا همه گونه قربانی در همه جا که باشد مجاز است. حاصل رویای انقلاب کبیر چین نیز ظهور یک ابرقدرت تازه نفس و سلطه‌جوی سوم در صحنه بین المللی بود که از همان آغاز کار خود تمام حسابهای ایدئولوژیک را در محاسبه ریاضی قدرت کنار گذاشت. شاید دلپذیرترین همه رویاهای بشر قرن حاضر رویای سازمان ملل متحد و رسالت بالای جهانی آن بود، سازمانی که در پی موحشترین جنگ تاریخ بشر و 10 میلیون نفر قربانی و هزاران میلیارد خسارات مالی به وجود آمد تا به موجب اساسنامه خود نسل‌های آینده بشری را از بلای جنگ که تنها در طول زندگانی یک نسل 2 بار جهان بشریت را به خاک و خون کشیده است در امان دارد و مرجعی باشد که از این پس همه اختلافات جهانی را در آن از راه تفاهم، سازش و نه از طریق اعمال زور حل و فصل شوند. ولی همین سازمان در مدتی کمتر از 40 سال از صورت بزرگترین پارلمان تاریخ بشر به صورت یک شیر بیال و دم و اشکم درآمد که امروز دیگر حتی کوچکترین مملکت جهان اگر هوس زورگویی بکند و امکان این زورگویی را نیز داشته باشد وجود آن را مانعی بر سر راه خود نمی بیند و اصولاً به یاد آن هم نمی افتد مگر وقتی که بخواهد تاییدیه‌ای بر سیاست خود از آن دریافت دارد. اما اگر چنین تاییدیه‌ای علیه خود او صادر شده باشد به قول معروف تره برای آن خورد نمی کند، چنانکه جمهوری اسلامی خودمان فی‌المثل برای محکوم کردن استعمال گاز شیمیایی از جانب عراق از این سازمان می خواهد که با اتفاق آرا این جنایت را محکوم کند. اما وقتی که همین سازمان به اتفاق آرا در شورای امنیت خود گروگانگیری را محکوم می کند، نه فقط این جمهوری اسلامی خود را ملزم به قبول آن نمی بیند، بلکه همه سازمان ها را آلت دست شیطان بزرگ اعلام می کند. همچنان که اسرائیل نیز وقتی که آراء همین سازمان جهانی تشکیل دولتی بدین نام را تجویز می کند این رأی را واجب الاجرا می داند، ولی وقتی که همین سازمان به اتفاق آراء آبادی سازی در سرزمین های اشغالی اعراب را محکوم می کند آن را از زبان رئیس جمهوری خود مورد حملات رسمی قرار می دهد.
واقعیت این است که دنیای کنونی ما دیگر دنیای هیچ آرمان بزرگی نیست. حتی دنیای آرمانهای کوچک نیز نیست. دنیای خودخواهی ها و سود طلبی های غالباً حقیرانه ای است که هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای در اعتراف بدانها نه تنها احساس شرمساری یا ناراحتی نمی کند، بلکه شاید در آن نوعی مایه برای تفاخر نیز می یابد. فراموش شدگان جهان ما از دیدگاه پیشرفت‌های باور نکردنی دانش و تکنولوژی بشری، عصر ما مسلماً عصر طلایی همه تاریخ تمدن انسانی است، ولی عصر طلایی عدالت و پیشرفت اجتماعی جامعه جهانی نیست. حتی عصر مفرقی آن هم نیست. بهترین نمودار این حقیقت آمارهایی است که به طور منظم و در سطوح مختلف عمومی یا تخصصی و جهانی یا منطقه‌ای از طرف مراکز رسمی جهان پیشرفته، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، سازمان آموزشی و فرهنگی جهانی، بانک بین المللی و سازمان‌های مسئول کشورهای صنعتی منتشر می‌شود. و به عنوان نمونه می توانیم به یکی از این اسناد اشاره کنیم که تحت عنوان ریپورت تو د پرزیدنت گلوبال در سال 1980 توسط هیئتی از کارشناسان درجه اول آمریکایی در واشنگتن برای رئیس جمهوری آمریکا تهیه شد. به موجب این گزارش در حال حاضر از کمتر از 5 میلیارد نفر مردم جهان امروز 500 میلیون نفر دچار کمبود کامل تغذیه هستند و 1500 میلیون نفر از گرسنگی میمیرند، یعنی روزی 137,000 نفر. 5 برابر حد متوسط تلفات روزانه جنگ جهانی دوم. در صورتی که اگر مقدار کالری و پروتئین غذایی موجود در دنیا به صورت متوازن توزیع شود، حد کافی سرانه مصرف ضروری که 2000 کالری و 40 گرم پروتئین در روز است برای تمام مردم جهان تأمین می شود. ولی در حال حاضر به طور متوسط آمریکایی ها 30% و اروپایی ها و استرالیایی ها 20% زیادتر از این حد ضروری مصرف می کنند. و از این راه مرتباً تعداد بیشتری از آنها از پرخوری می‌میرند و 2/3 از کشورهای جهان سوم روزانه 400 تا 800 کالری سرانه کمبود مصرف دارند و مرتباً به تعداد بیشتری از گرسنگی می‌میرند. چندی پیش روزنامه معتبر لوموند فرانسه در 14 اکتبر 1983 نوشت در کنفرانس ملل متحد که درباره کمک به کشورهای جهان سوم در سپتامبر امسال در پاریس تشکیل شد، هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد. زیرا از یک طرف آمریکا اعلام کرد که حاضر به کمک تازه‌ای نیست، از طرف دیگر کشورهای بلوک سوسیالیستی گفتند که خودشان را مسئول جبران خساراتی که استعمار به بار آورده نمی‌دانند. و از جانب دیگر ژاپن نیز با نزاکت افزود که کار زیادی در این مورد نمیتواند بکند، ولی در پس این بی‌تفاوتی وحشتناک ما نمایندگان متمدن جهان پیشرفته چه می‌گذرد؟ بزرگترین قتل عام تاریخ بشریت که هر سال بیش از مجموع قربانیان اردوگاه‌های مرگ هیتلری و استالین و کلیه دیکتاتوری‌های دیگر جهان و بیش از مجموع تلفات هر دو جنگ بزرگ جهانی آدم می‌کشد، زیرا اگر در سال 1958 طبق آمارهای رسمی در دنیا فقط روزی 500 نفر به طور متوسط از گرسنگی می‌مردند، این رقم امروز به حدود روزی 140,000 نفر رسیده است. البته مسئولان جهان ثروتمند مرتباً ناراحتی اخلاقی و همدردی‌های صمیمانه خود را در مورد این قربانیان اظهار می‌دارند، ولی عیب کار اینجاست که تاکنون هیچ پندار و موعظه‌ای شکم گرسنه‌ای را سیر نکرده است. در همین دنیا سالی 40 میلیون نفر از ضعف تغذیه و تراخم کور می‌شوند و سالی 13 میلیون بچه معادل 100 برابر قربانیان بمب هیروشیما به خاطر فقدان پزشک و دارو جان می‌سپارند. درست مثل اینکه هر روز از روزهای سال یک شهر کامل با جمعیت متوسط پر از بچه از روی زمین محو شود و کماکان ماده 25 منشور ملل متحد حاکی است که هر انسانی از افراد بشر حق مسلم برخورداری از حد کافی تأمین به خصوص در زمینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و خدمات ضروری و اجتماعی دارد. و باز هم در همین دنیا طبق آمار منتشره از طرف سرویس پژوهشی کتابخانه کنگره آمریکا به همین گرسنگان جهان سوم تنها در ظرف 6 ساله 1975 تا 1981 از طرف 8 کشور آمریکا شوروی، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، چین، استرالیا
211 میلیارد دلار اسلحه فروخته شده است و هیچ کدام از بلوک‌های شرق و غرب کمونیستی یا کاپیتالیستی در این سوداگری مرگ نه تنها هیچ اشکال اخلاقی یا انسانی ندیده‌اند، بلکه به مناسبت کسب درآمد بیشتری برای اقتصادهای نابسامان خود خیلی هم مفتخرانه از آن یاد کردند. و تازه این در هنگامی بوده که هنوز 2 گاو شیرده تازه به نام ایران و عراق تمام دار و ندار خود را به این بازار پر رونق سرازیر نکرده بودند. فراموش نکنیم که آگاهی به همه این واقعیت‌ها برای فرد ما ضرورت کامل دارد، زیرا خود ما فردا به عنوان یکی از همین کشورهای جهان سوم به صحنه چنین دنیایی قدم خواهیم گذاشت و خواه و ناخواه با چنین شرایطی روبرو خواهیم بود و چنین نیروهای بازدارنده‌ای را بر سر راه خیش خواهیم یافت. معجزه دموکراسی. اشتباه اساسی دیگری که باید از آن احتراز کنیم این است که تصور کنیم دموکراسی به خودی خود مشکل گشای همه مسائل ما و نسخه معجزه آسای همه دردهای جامعه ما خواهد بود. اگر بخواهیم دموکراسی آینده ایران را بر چنین انتظار ساده لوحانه‌ای بنیاد گذاریم، شاید حاصلی بهتر از آنچه از جمهوری ما قبل تاریخی امروز کشور خودمان عایدمان شده است در پیش رو نداشته باشیم. واقعیت این است که دموکراسی فی نفسه هدیه آسمانی برای هیچ جامعه‌ای نیست، بلکه روش حکومتی پیشرفته است که برخورداری از آن در گرو شایستگی هر جامعه برای بهره‌گیری از آن است. و تازه این شایستگی فرهنگی و آموزشی باید با یک اقتصاد پیشرفته تکمیل شود. به همین جهت است که از 170 کشور جهان امروز رژیم دموکراسی به مفهوم غربی آن فقط در 26 کشور به طور صحیح حکومت می کند که از آنها به جز 3 کشور ژاپن، اسرائیل و تا حدی هند بقیه بی استثناء از خانواده اروپایی هستند. چه در خود اروپا یا آمریکای شمالی و چه دنباله های آنان در بقیه دنیا و همه اینها جوامعی هستند که زیربنای فکری و فرهنگی و رشد آموزشی و پیشرفت اقتصادی خود را از خیلی پیش آغاز کرده و بدون مواجهه با شرایط اضطراری قدم به قدم با محکم کاری در این راه پیش رفتند. به اضافه اینکه در راه توسعه اقتصاد خود غالباً از غارت استعماری یا استثماری بقیه جهان نیز کمک شایان گرفتند. و ما که از هیچ یک از این شرایط برخوردار نیستیم باید برای استقرار واقعی دموکراسی در کشورمان خود را آماده گذشتن از 7 خان رستم کنیم، نه آنکه اعلام رسمی بازگشت دموکراسی را به کشور کافی بدانیم. و فراموش نکنیم که در این راه نه تنها انتظار کمک زیادی از دموکراسی‌های دیگر نمی‌توانیم داشت، بلکه می‌توانیم با اطمینان کامل در انتظار کارشکنی‌های بسیار از جانب آنان نیز باشیم. زیرا غالب این دموکراسی‌های موفق امروز نیز مانند گذشته فقط برای حفظ مقررات دموکراتیک در جوامع خودشان احترام و تعهد قائلند و نه برای رعایت همین مقررات در جوامع جهان سوم و از نظر آنان بهره‌گیری از برتری‌های مسلم اقتصادی و نظامی و سیاسی جهان پیشرفته به منظور پر کردن چاله‌چوله‌های اقتصاد جهان شمال از کیسه‌های خالی جهان جنوب هیچ منع قانونی و اخلاقی ندارد. در این مورد خوشبختانه رژیم‌های دموکراتیک خلق نیز با غیر خلقی‌ها توافق نظری کامل دارند و قانون اکثریت که در پارلمان‌های این کشورها معتبر است در پارلمان جهانی معتبر نیست. تازه دموکراسی صادراتی به کشورهای جهان سوم نیز با معیارهای منافع صادرکنندگان آنها به دموکراسی‌های خوب و بد تقسیم می‌شود که دموکراسی‌های مس فروش و موز فروش و کاوچوک فروش و طبعاً نفت فروش از خوب‌های آنها هستند. و آنهایی که منافع شرکت‌های چند ملیتی را به نحو کامل رعایت نمی‌کنند در ردیف بدها جای دارند. در خارج از 2 بلوک شرق و غرب بیش از 120 کشور به دنیای سوم تعلق دارند. تقریباً همه این کشورها به استثنای ممالک معدود صادرکننده نفت با کمبودهای حیاتی و اساسی، یعنی با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، فساد، تعصب‌های نژادی و مذهبی و قومی و با نفوذ همه جانبه اقتصادی و سیاسی شرکت‌های یک ملیتی یا چند ملیتی دست به گریبانند. برای هیچ یک از این کشورهای دموکراسی با همه جاذبه‌ای که دارد مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی آنها گرسنگی و فقر و جهل است و تازه آن دموکراسی واقعاً برای آنها ارزش دارد که بافت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود این ملت‌ها تطبیق یافته باشد، نه یک دموکراسی صرفاً صادراتی که به صورت یک
نسخه واحد برای اجتماعاتی با روحیات اجتماعی و با فرهنگ‌های ملی به کلی متفاوت از طرف بزرگان باشگاه شمال تجویز و غالباً تحمیل شود، زیرا این نوع دموکراسی اکثراً از مرحله حفظ منافع خود این باشگاه فراتر نمی‌رود. در مورد ایران این موضوع اهمیت خاصی پیدا می کند، زیرا این کشور خود بنیانگذار نوع خاصی از حکومت و از فلسفه حکومتی در تاریخ جهان است که از همان زمان افلاطون و هرودوت مورد تذکر و تحلیل قرار گرفته و در تمام طول تاریخ ایران در قالب‌های مختلف ولی با زیربنایی واحد ادامه یافته است و در ایران فردا نیز میباید دموکراسی ما با این بافت دیرینه و استوار تاریخی و فرهنگی و فکری با ویژگی‌های روحی و اجتماعی جامعه ایران به صورت واقعی و نه به موجب ماده قانون مسببه تطبیق داده شود تا بتواند به جای جامعه عاریت همان کهن جامعه خودمان به منتها بابرش و دوخت جهان نو باشد. عنصر ایرانی و عنصر اسلامی. مسئله اساسی دیگری که باید در ایران فردا به صورت روشن حل شود نحوه رابطه دو عنصر ایرانی و اسلامی است که در گذشته اساساً مسئله حل شده محسوب میشد، ولی کلیدداران انحصاری اسلام در ایران امروز با روی کار آمدن خود این مسئله را به صورتی حاد و در جهت نفی کامل عنصر ایرانی مطرح ساختند. در این مورد بهترین سرمشق کار ایران فردا مسلماً سرمشقی میتواند باشد که در طول 14 قرن از جانب فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی در بهترین صورت تفاهم و آمیختگی آنها ارائه شده است. ولی شاید بهتر باشد که پیش از طرح این مسئله در محدوده ایرانی ویژه آن این موضوع از دیدگاهی کلی‌تر، یعنی در سطح جهانی، مورد بررسی کوتاهی قرار بگیرد. چند سال است که موضوع بیداری اسلام به صورت یک پدیده هیجان انگیز عصر حاضر مورد بحث وسایل ارتباط جمعی جهان به خصوص دنیای غرب قرار گرفته است و در این مورد اسلام شناسان پیر و جوان دانشگاه‌ها با توجه به اینکه این موضوع با حیثیت و اعتبار حرفه‌ای آنان ارتباط مستقیم دارد تفسیرها و تعبیرهای جنجالی و غالباً ضد و نقیضی ارائه کرده‌اند و می‌کنند. ولی هیچ واقعیتی نامطلوبتر از این نمیتواند باشد که این موضوع برای عده‌ای صرفاً ابزار تبلیغاتی کسب قدرت یا حفظ قدرت کسب شده برای عده‌ای دیگر یک نوع دکان تحصیل درآمد بیشتر یا اعتبار شخصی زیادتر قرار گیرد. زیرا اصولاً در شأن یک آیین آسمانی نیست که با آن مانند یک حزب سیاسی یا یک مبارزه انتخاباتی عمل شود و اتفاقاً آنچه تاکنون در این زمینه شده درست با این برداشت تطبیق می‌کند. احتمالاً یک علت این امر این است که در کشورهای اسلامی به خلاف سایر جوامع جهان تقریباً هر تحول و تغییری در لوای نام و عنوان اسلام صورت می‌گیرد ولو آنکه انگیزه آن مطلقاً جنبه مذهبی نداشته باشد. مثلا اگر ملتی مانند الجزایر برای رهایی خود از بند استعمار کهن قیام می‌کند و یا ملتی مانند افغانستان به منظور عدم قبول یک استعمار نو سلاح بر دست می‌گیرد، به همه اینها رنگ اسلامی زده می‌شود، در حالی که انگیزه های واقعی هرچند که مسلماً ضد اسلامی نیست ولی در محدوده مسائل اسلامی نیست. جالب است که در این مورد حتی قیام سازمان آزادی بخش فلسطین نیز که سازمانی است غیر مذهبی با تعداد زیادی از مبارزان مسیحی و چپگرایان کمونیست قیامی اسلامی معرفی می شود. نظیر همین مبارزات استقلال طلبانه و مبارزات اجتماعی داخلی در 2 قرن گذشته در جهان مسیحیت نیز به کرات انجام گرفت. همچنان که در حال حاضر در سرزمین‌های متعددی از آمریکای لاتین و کشورهای مختلفی از خاور دور انجام می‌گیرد، ولی اینها هیچ کدام به حساب بیداری مسیحیت یا بیداری بودایسم گذاشته نشد و نمی‌شود. به عنوان یک مسلمان ایرانی که وارث فرهنگ جهان بینی است و نه فرهنگ تعصب و قشریت، باید حتما فراموش نکنیم که این یک آیین جهانی مانند اسلام نمیتواند برای تسجیل برتری خود به بنیادگرایی روی آورد، بلکه نیاز بدان دارد که همواره پیشروی از پیشروان دانش و فرهنگ جهان باشد، همچنان که در قرون اولیه اسلام بود. و فراموش نکنیم که نه تنها امروز هیچ یک از امکانات جهانگشای اسلامی که بنیادگرایان همواره مبلغ آنند، چه در صورت نظامی و چه در صورت مسالمت آمیز آن، برای هیچ کشور مسلمان و حتی برای مجموعه کشورهای اسلامی وجود ندارد.
بلکه جهان اسلامی در صورت بروز یک فاجعه نظامی در سطح بین المللی اصولاً قادر به دفاع از موجودیت خودش نیز نخواهد بود. کما اینکه نزدیک 40 سال است علیرغم تجهیز تمام نیروهای مادی و معنوی جهان عرب و علیرغم برتری شکننده جغرافیایی و منابع انسانی و طبیعی آنها و علیرغم برخورداری از ثروت‌های بی‌حساب نفتی و با وجود 5 جنگ بزرگ و 30 سال مقاومت مسلحانه پیگیر و یک تحریم بزرگ نفتی در سطح جهانی و علیرغم کسب پیروزی‌های پیاپی در سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی، جهان اسلام تاکنون توانایی رویارویی پیروزمندانه با کشور کوچکی چون اسرائیل را نیافته است. و اگر هم امروز کشوری چون سوریه خود را آماده این رویارویی اعلام می دارد، به خاطر آن است که بیش از این ایمان اسلامی سربازان خیش به سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که یک ابرقدرت خداناشناس دریافت داشته است اتکا دارد. احتمالاً این واقعیت را کارگردانان جمهوری اسلامی خودمان نیز تاکنون عملاً دریافتند، زیرا آنان مثل سایر جهانیان شاهد آن هستند که با همه برتری انسانی این جمهوری و با وجود موج شهید پروری و شهادت طلبی که صدها هزار نوجوان ایرانی به نام آن به قربانگاه‌ها فرستاده می‌شوند، نیروهای اسلام تاکنون نتوانستند بر قوای کفر صدامی غلبه کنند، تنها به دلیل آنکه سوداگران مرگ با حساب‌های خاص ولی غیر اسلامی خودشان سلاح‌های بیشتر و کشنده تری در اختیار عراق گذاشتند و هر دو طرف مجبور به جنگیدن با همین سلاح‌هایی هستند که از مرگ فروشان دولتی یا خصوصی جهان امروز گدایی می‌کنند و چون چنین می‌کنند جریان وقایع نیز تابع محاسبات این مرگ فروشان است، نه تابع درجه ایمان اسلامی افراد آنها. زیرا متاسفانه تاکنون نه گلوله‌ای ساخته شده است که شعور تشخیص مؤمن را از غیر مؤمن داشته باشد و نه بمبی ساخته شده است که کافران را دود بکند و به ساحت مسلمانان جسارت نورزد. 600 سال پیش جهان غرب این واقعیت را به خوبی دریافت که تا وقتی خود را به دانش و بینش عالی جهان آن روز اسلام مجهز نکند، نمیتواند با این دنیا رویارویی کند و به طریق اولا نمیتواند در پی استیلا بر آن برآید. ولی وقتی که بدین دانش دست یافت و سپس از آن فراتر رفت، نه تنها تفوق نظامی و سیاسی و اقتصادی خود را بر جهان اسلام تأمین کرد، بلکه تقریباً بر سراسر جهان غیر اسلامی و غیر غربی نیز تفوق یافت. هرچند که در این استیلا طلبی خود از هیچ اصلی به جز قانون جنگل پیروی نکرد. با چنین سابقه امروزه جهان اسلام بیش از مجهز شدن به دانش و فن و تکنولوژی پیشرفته دنیای صنعتی در حین حفظ ارزش‌های اسلامی خود با چه نیرویی میتواند در دنیای زور و زر محلی واقعی از اعراب داشته باشد؟ و چگونه مسلمانان میتوانند فقط با پریدن به سر و کول یکدیگر و با جنجال و شعار و تظاهر ادعای بیداری اسلامی را بکنند؟ اگر همه مسلمانان بدین حقیقت پی نبرده اند، کاش لااقل هر مسلمان ایرانی بداند که نه پولهای باد آورده و زودگذر نفت ولو آنکه میلیاردهای آنها صرف خرید و انبار کردن سلاح‌هایی بشود که جز با تکنولوژی پیشرفته خود سازندگانشان قابل استفاده نیست، و نه شعارهای دشمن شکن مرگ بر ابرقدرت‌ها و بر استکبار و بر صهیونیسم و بر جهانخواران هیچ یک تجدید عظمت جهان اسلام را تضمین نمی‌کند. و منتها نتیجه‌ای که میتواند داشته باشد این است که با تضعیف موقعیت محلی یک ابرقدرت، موقعیت محلی ابرقدرت رقیب آن را تقویت کند. عملیات انتحاری نیز مسلماً بسیار فداکارانه و ایثارگرانه است، ولی این فداکاری حاصلی در دراز مدت نمیتواند داشته باشد، زیرا متاسفانه تاکنون هیچ عمل انتحاری و هیچ عمل تروریستی معادله‌ای از معادلات پیچیده جهان امروز را در نهایت امر تغییر نداده است. آنچه اسلام چه در دنیای عرب، چه در دنیای ایرانی یا ترک یا پاکستانی و یا سایر سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی بدان نیازمند است بیداری کاذب نیست. دستیابی کشورهای اسلامی به دانش و بینش و فرهنگ و صنعت جهان پیشرفته امروز است تا جهان اسلام را از این بابت به خودکفایی برساند و از دریوزگی نزد دیگران و استثمار شدن توسط آنان باز دارد. و این خودکفایی تنها از راه شعار و هیاهو و تبلیغ به دست نمی آید. موجها و صخره‌ها.
به موازات این واقعیت باید این واقعیت بزرگ دیگر نیز برای هر جوان ایرانی امروز و فردا روشن باشد که اسلام او متباین با ناسیونالیسم ایرانی او نیست و دلیلی نیز ندارد که با او متباین باشد. زیرا اصولاً هیچ موج فکری جهانی، خواه مذهبی، خواه مرامی، خواه فلسفی، در هیچ دورانی نتوانسته از ویژگی‌های فرهنگی خاص ملت‌ها را تغییر دهد و به عکس همیشه خودش را با آنها تطبیق داده است. فرشته نگهبان. این واقعیت شاه سخن گفتگوی طولانی ما است. به همین جهت اجازه می‌خواهم این گفتگو را در همین جا به پایان رسانم. از آن چنین نتیجه گیری کنم که کلید اصلی پیروزی ملی ما به خصوص نسل جوان ایران امروز در بازسازی ایران آزاد و آباد فردا بازگشت به اصالت فرهنگی خودمان، به ارزش‌های دیرپا و جاودانی این فرهنگ و به نیروی زاینده و حیات بخشی است که از روز نخست در آن نهفته بوده و هویت ملی ما و استمرار تاریخی ما را در آن درازای هزاران سال در برابر کلیه حادثات کمرشکن و طوفان‌های سهمگین تاریخ محفوظ داشته است. به گفته صاحب نظر نامی فقید رنه گروسه، فرهنگ ایرانی مشعل فروزانی است که در سپیددم تاریخ ایران در این فلات پهناور و افروخته شد، با این رسالت که تا شامگاه این تاریخ همچنان روشنگر راه مردم آن بماند و تندباد هیچ حادثه‌ای آن را خاموش نکند. بدهای حادثه تاریخ ما من جمله آخرین بد حادثه همواره در هنگامی روی دادند که ما از اصالت فرهنگی خودمان کناره گرفته و به بیراه رفته بودیم و از این راه به فرهنگ خودمان یعنی به خودمان دروغ گفته بودیم. بر اساس این تحلیل کلی می توان دریافت که در ایران فردا ایرانی بودن باید جای خودش را داشته باشد و مسلمان بودن برای کسانی که بخواهند آگاهانه مسلمان بمانند جای خودش را، و هیچ دلیلی نیست که این دو در کنار هم نباشند. هر صفحه از صفحات تاریخ اسلامی ایران بیانگر این واقعیت است که از همان صدر اسلام همین ایرانیانی که آیین اسلام را پذیرفتند مسلمانی خیش را با قبول سلطه سیاسی و فرهنگی بیگانه مرداف قرار ندادند. مرداف به معنای همردیفه. و به همین جهت در همان زمانی که سایر ملت‌های مفتوحه عرب در شمال آفریقا و در آسیای نزدیک و میانه زبان خود را همراه با هویت فرهنگی خیش از دست دادند و یکسره عرب شدند، ایرانیان در عین پذیرش اسلام نه زبان عرب را پذیرفتند نه تاریخ کهن خیش را از یاد بردند و نه اصالت فرهنگی خود را از دست دادند. حتی از راه محکم کاری بایگانی کوه پیکری را به نام شاهنامه فردوسی برای حفظ جاودانی اسناد و مدارک این هویت ملی و تاریخی فراهم آوردند. و از آن بیشتر به گفته جواهر لعل نهرو در کتاب معروف کشف هند، این خود عرب ها بودند که به سرعت مغلوب نفوذ فرهنگی ایران شدند و به جای فرهنگ ساده و بیابانی خیش فرهنگ پیشرفته ایران را پذیرفتند. هر ایرانی فردا در ایرانی که میباید بازسازی شود باید عمیقاً احساس کند که اول ایرانی است و بعد مسلمان است، زیرا ایرانی بودن لااقل 28 قرن تاریخ مدون دارد که از این مدت تاریخی اسلامی ایران فقط 14 قرن آن را شامل می شود و اتفاقاً اوج شکوه ایران را در این تاریخ جهان در همین نیمه اول آن میتوان یافت. و باید این حقیقت را نیز عمیقاً احساس کند که هویت فرهنگی و هویت ملی او واقعیتی نیست که با ظهور اسلام به دو نیم شده باشد، بلکه واقعیت مستمر چندین هزار ساله است که قسمت اسلامی آن تنها بخش خاصی از آن را تشکیل می‌دهد و در این بخش هویت و فرهنگ ایرانی او در قالبی غیر از قالب کهن ادامه یافته است. در ایران فردا دانسته و مصمم به دنیای بیرحمی که در انتظار ماست قدم بگذاریم، با آگاهی کامل بدین واقعیت که اگر هم در چنین دنیایی کشوری دشمن سوگند خورده ما نباشد، به هر حال هیچ کشوری دوست سوگند خورده ما نیز نخواهد بود. جز به خودمان اتکا نداشته باشیم و پیروزی خیش را جز از خودمان نخواهیم و بدانیم که راهی که در پیش خواهیم داشت راهی بس ناهموار است که برای پیمودن آن به بهره‌گیری از تمامی نیروها و استعدادهای خیش نیاز داریم، زیرا که ما با خطای خودمان خیش را در نقطه آغاز این راه قرار داده ایم و باید همه چیز را از صفر شروع کنیم.
در ایران فردا دیگر زندانیان اهریمن نباشیم. مفهوم از بندرستگی را فقط در خلاصی ظاهری خودمان از پندارهای باطل فرهنگ تحمیلی کنونی و قوانین باطل رژیم غیر ملی و ضد ملی کنونی نجوییم، بلکه در برای آن در پیوند نزدیک با اصالت‌های فرهنگی دیرینه خودمان و با ارزش‌های کهن و جاودانی آن بجوییم. با وقوف کامل به تمام دشواری‌ها و مسئولیت‌ها، تمام مبارزه‌ها و تلاش‌ها، تمام رنج‌ها و فداکاری‌ها که در راه بازسازی واقعی ایران و تحویل آن به نسل‌های آینده در انتظار ما است، آگاهانه و واقع بینانه قدم به میدان آزمایش تازه خود، شاید بزرگترین آزمایش تاریخ خود در سودای تاریخ بگذاریم و در این آزمایش حتی یک لحظه از یاد نبریم که کلید پیروزی ما تجدید پیمان ما با اصالت‌های تاریخی و فرهنگی خودمان و با خودی خودمان است. در درک عمیق مفهوم این سخن عارفانه حافظ است که میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.